اگر خسته ای این ویدیو رو ببین. نمیدونم، شاید از درس خوندنت خسته شده باشی، شاید از کار کردنت خسته شده باشی، اما بهت حق میدم. یه روزایی تو زندگی هست که آدم توی شرایطی قرار میگیره به اینجاش میرسه، از زمین و زمان خسته میشه. میفهمم تو حق داری خسته بشی، اما حق نداری جا بزنی. حق نداری جا بزنی. یه چیز میخوام بهت بگم، لطفاً آویزه گوشت کن. قانون زندگی قانون معامله است. قطعاً یه روزی میرسه، قطعاً یه روزی میرسه که تمام این خستگیات رو میفروشی و تمام رویاهات رو میخری. همین و تمام.